یوحنا باب 9. و چون می رفت یک کوری مادرزاد را دید و شاگردانش از او پرسیده گفتند: ای استاد، کی گناه کرد؟ این آدم یا پدر و مادرش که وی کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد: نه این آدم گناه کرد و نه پدر و مادرش، بلکه برای آن که در وی اعمال خدا آشکار گردد. تا وقتی که روز است من باید اعمال فرستنده خود را به جا آورم. شب که آید هیچ کس نمیتواند کاری بکند. تا وقتی که من در جهان هستم نور جهانم. این را گفته آب دهان بر زمین انداخت و با آن آب گیل ساخت و آن گیل را بر چشمان کور مالید و به وی گفت: برو و در حوض شلوه که معنایش فرستاده می باشد خود را بشوی. وی رفته خود را شست و بینا شده آمد. همسایگان و کسانی که پیش از آن وی را در حالت کوری دیده بودند گفتند: آیا این همان نیست که نشسته گدایی میکرد؟ بعضی گفتند: همان است. و بعضی گفتند: فقط به وی مانند است. ولی خودی وی گفت: من همانم. به وی گفتند: پس چی طور چشمان تو باز شد؟ وی در جواب گفت: کسی که عیسی نامیده می شود گیل ساخته به چشمانم مالید و گفت: برو و در حوض شلوه خود را بشوی. من رفته خود را شستم و بینا شدم. به وی گفتند: او کجاست؟ گفت: نمیدانم. آن آدم را که پیشتر کور بود نزد فریسیان بردند. و آن روزی که عیسی گیل ساخته چشمان وی را واز کرد روز شنبه بود. فریسیان نیز از وی پرسیدند که چی طور بینا شد. به آنها گفت: گیل ساخته به چشمانم گذاشت و من خود را شسته بینا شدم. بعضی از فریسیان گفتند: آن شخص از جانب خدا نیست، چون که شنبه را نگاه نمی دارد. دیگران گفتند: چطور یک شخص گناهکار چنین معجزات نشان داده میتواند؟ و در بین آنها اختلاف افتاد. باز با آن کور گفتند: درباره او که چشمان تو را گشاد چی میگویی؟ گفت: پیغمبر است. یهودیان باور نکردند که وی کور بود و بینا شد، تا اینکه پدر و مادری آن بینا شده را دعوت نموده از آنها پرسیدند: آیا این است پسر شما که میگویید کور زاییده شده است؟ پس چی طور وی الحال بینا شده است؟ پدر و مادر وی در جواب آنها گفتند: ما میدانیم که این پسر ماست و کور زاییده شده است، لیکن الحال چی طور بینا شده است نمیدانیم و چشمان وی را کی باز کرده است نمیدانیم. وی بالغ است، از خودش پرسید تا احوال خود را بیان کند. پدر و مادرش چنین گفتند چون که از یهودیان می ترسیدند، زیرا که یهودیان الکی زبان یک کرده بودند که هر کی او را چون مسیح اعتراف نماید از کنیشت برانند. از این سبب پدر و مادرش گفتند که وی بالغ است، از خودش پرسید. آنگاه باری دیگر آن آدم را که کور بود طلبیده گفتند: خدا را ثنا گوی، ما میدانیم که آن شخص گناهکار است. در جوابشان گفت: آیا گناهکار است یا نه نمیدانم. یک چیز را میدانم که کور بودم و حالا بینا هستم. باز به وی گفتند: با تو چی کار کرد؟ چی طور چشمانی تو را باز کرد؟ به آنها جواب داد: الکی به شما گفتم و گوش ندادید. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما نیز میخواهید شاگردان او شوید؟ وی را مذمت نموده گفتند: تو شاگرد او هستی، ما شاگردان موسییم. ما میدانیم که خدا به موسی سخن گفت، لیکن این شخص را نمیدانیم از کجاست. آن آدم در جواب آنها گفت: این عجیب است که شما از کجا بودنی او را نمیدانید و حال آنکه او چشمان مرا واز کرد. ما میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود،
لیکن اگر کسی خدا ترس باشد و اراده او را بجا آورد دعایش را میشنود. هرگز شنیده نشده است که کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد. اگر او از جانب خدا نمی بود هیچ کار کرده نمی توانست. در جواب وی گفتند: تو که کاملا در گناه تولد یافته ای ما را تعلیم می دهی؟ پس وی را بدر راندند. عیسی چون شنید که وی را بدر راندند وی را یافته گفت: آیا تو به پسر آدم ایمان داری؟ در جواب گفت: ای آقا، او کیست تا که به او ایمان آورم؟ عیسی به وی گفت: تو را دیده ای و او همان است که حالا با تو گفتگو می کند. گفت ایمان دارم خداوندا. و به او سجده کرد. و عیسی گفت: من برای داوری به این جهان آمدم تا که کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که نزد او بودند چون شنیدند به او گفتند: نخواد که ما هم کور باشیم. عیسی به آنها گفت: اگر کور می بودید گناه نمی داشتید، اما چون می گویید که بینا هستید پس گناه شما می ماند.